شبتون بخیر. در راستای دیبیت های کرونا ما از همون ابتدایی که مسائلی به نام کرونا مطرح شد، ما این ویروس رو یک ویروس سیاسی دانستیم به عنوان یک اسلحه‌ای که میتونه در خدمت خیلی ها باشه. ما در این راپارین کردوار سربخو طی سالهای متمادی حرکت رو به سوی آینده فاز سوم کورپوریشن ایرانی رو تفسیر کردیم، تمام استراتژی هاشون رو بررسی کردیم، ابزارهاشون رو صورتک از صورتشون برداشتیم و به همچنین اون فلسفه و ابزار تئوریکی که میخواهند فاز سوم کورپوریشن ایرانی رو برش سوار بکنن. ببینید، من چند دقیقه پیش یک دیبیتی به زبان گورانی داشتم و بعد از اون مجبور شدم که این رو هم به زبان فارسی داشته باشم. سرعت قضایا طوری است که نمیشه از این امور غافل بود. به همین خاطر من دوستی مصاحبه رو از هوشنگ امیر احمدی با شهرام همایون برام فرستاده. خیلی مهمه که من این مصاحبه رو البته تفسیر بکنم در راستای متونی که ما ساخته ایم و موجوده به زبان گورانی و بعضی موقع پاره مواقع هم به زبان فارسی که گاش ما از اول هم به زبان فارسی تمامی مسائل و دیبیتامون رو مطرح میکردیم. ببینید، دروسی که ما طی سالیان گذشته مطرح کردیم اصولا نگاه دیگه‌ای بود، نگاهی که نظام سلطه را ریز ریز میکرد، ابزارهاش رو معرفی میکرد، نوع کار کردش رو و چگونگی عمل کردش رو بررسی میکرد. بالاخره اینها احتیاج به یک سری مفاهیم دارند، یک سری تعریف ها دارند، یک تبار دارند، یک تاریخ میخواهند بسازند و هر کدوم از این فازهایی که اینها میارن مطرح میکنند یک بنیان تئوریک میخواد. به همین خاطر ما در دیبیت های گذشتمون سالیان خیلی پیش، 3-4 سال پیش، ما دیبیت های ایران بزرگ فرهنگی رو داریم که اونجا مطرح میکنیم که فاز سوم دولت ملت ایرانی و همان ایران بزرگ فرهنگی قرار است بر وتر دینیاری و شهریاری بیستد و نظام کانتونی یا شاه محلی یا هرچه که شما میخواید اسمش رو بذارید بیارن و اون شخص هم جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود و ایالات متحده آمریکا و نظام جودو کریستیانیتی جهانی این برنامه رو برای اینها ریخته و در پشت اینها قرار داره. به همین خاطر ما ظرف سالیان گذشته سعی کردیم تمامی استراتژی های اینها رو شناسایی بکنیم و در مقابلشون بیستیم، برملا بکنیم و در مقابلشون هم فلسفه خودمون رو از مبارزه ارائه بدیم. به همین خاطر این ما بودیم برای اولین بار در این سرزمین از کارکرد مفاهیم و از معانی مفاهیم صحبت کردیم. این ما بودیم که از ادبیات استفاده کردیم برای کار مبارزاتی خودمان و این ما بودیم که این تاریخ و مفاهیمی که اینها به کار برده بودند رو معنی کردیم و گفتیم هیچ کدوم از اینها درست نیست و اینها ابزار هستند که اینها به سلطه خودشون و نظم کورپوریشنی خودشون رو برقرار کردن. ببینید، خیلی هایی که در این مراکز تعلیم و تربیتی شما بایستی بدانید شما در مقابل دشمن خارجی با ارتش می ایستید، در مقابل دشمن داخلی در زمان صلح مردمت رو با کلام اسیر می کنی. این چه شکلیه؟ شما در یک نظام حکومتی در زمانی که هیچ تهدیدی روبروی مردم نیست و شما یک حکومتی درست کردید، شاید در زمان جنگ ها مردم متحد بشن به خاطر اینکه دفع خطر خارجی رو بکنن. اما به محض اینکه دفع خطر خارجی میشه، ضرورت دولت یا ضرورت رهبر اصلا چیز مهمی نیست. لذا در دوران صلح
شما احتیاج داری که مردم رو توسط یک سری نهاد با سخن آرام بکنی و طوری که به تو به عنوان حکومت به عنوان یک چیز مقدس نگاه کنن. این از نظام آموزش پرورش میاد. اینجا کارکرد تعلیم و تربیت همگانی مطرح میشه. ببینید شما وقتی یک نظام تعلیم و تربیت همگانی درست میکنی که اصولا مهارتی به انسان ها نمیده، صرفا یک مشت مهملات تو ذهن اینها میکنه، مهملاتی است که نظام حاکم رو توجیه میکنه، نظمی که نظام حاکم آورده رو توجیه میکنه. منظورم سیستم حکومتی است که همین کورپوریشن، شرکت های بازرگانی. شما اینجا احتیاج به نهاد دین داری، نقش روحانیت، حالا از هر قشرش، یهودی باشه، مسیحی باشه، بودایی باشه، هر که باشد، در کنترل این مردم نقش بسزایی است. بعد با عصر جدیدی که ما درش قرار میگیریم و تکنولوژی، وقت شما شاهد حضور رسانه ها خواهید بود. از روزنامه ها که آغاز میشه، حالا به این ور که میاد میشه مس میدیا هایی که تا اواخر دهه 1990 هم در ید انحصار طلبان بود و با وجود اینترنت این انحصار شکسته شد. حالا این مصاحبه هوشنگ امیراحمدی که چهرش رو همتون میشناسید، نقشش رو میدانید، با تلویزیون شاه دوست شهرام همایون. ببینید این ما بودیم که گفتیم تمامی کسانی که به نام اپوزیسیون دولت ایرانی هستن، یعنی جمهوری اسلامی، همشون در کلونی جمهوری اسلامی هستن، در کلونی سیستم حکومتی هستن. هر کدوم از اینها نقششون برجسته شده، به اندازه کارکردشون منتفع میشن، عنوان و تایتل میگیرن که اگر کسی رو که حسین شریعت مداری نمیتونه ذهنیتش رو بسازه، حالا جمهوری خواه بسازن، حالا وایس آف امریکا بسازه، حالا بی بی سی بسازه، این ذهنیت رو براشون درست بکنه. و به خاطر این همه در کلونی هم بودن. ببینید 41 سال دولت ایرانی هیچ اپوزیسیونی در مقابلش نتونسته هیچ تفوقی داشته باشه، در صورتی که دولت ایرانی به قرار اینا دشمن دنیای غرب، دشمن ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا از صبح طلوع دولت جمهوری اسلامی این کشور رو تحریم کرده، این حکومت رو تحریم کرده، از نظرشون حامی تروریسم جهانی، تروریست. فقط به گواه این تاریخ ساخته شدهشون فقط حمله مغول و برافروخته شدن آتشفشان دماوند مانده که اتفاق بیفته که این حاکمیت ما احساس بکنیم ضعیفه. و چرا این اپوزیسیون اصلا اصولا نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو به زمین بزنه؟ چرا هیچ وقت نمیتونه؟ و چرا هیچ وقت نتونست؟ چون اصولا کارش این نبود که این کار رو بکنه. اینا رول گرفته بودن، نقش گرفته بودن به عنوان اپوزیسیون که این روایت رو قوامش بدن. روایت دوم جمهوری اسلامی، یعنی دولت ایرانی به نام جمهوری اسلامی تحت انقلاب ساختگی 57، فاز دوم کورپوریشن در این سرزمین بود. من اینها رو به صورت دیبیت های فشرده و منظم به زبان گورانی انجام دادم و فکر میکردم که بالاخره مردم این دیبیت ها رو ترجمه میکنن، کتاب میکنن، کتابچه میکنن، به خاطر اینکه فرصت آنطوری نبود که ما بشینیم اینها رو مقاله بکنیم، کتاب بکنیم یا هر چیز دیگری. ولی خب متاسفانه ما هیچی از این جامعه نریزیم تا حالا. به همین خاطر حالا ما این مصاحبه رو پخش میکنیم. این دیبیت هم بماند برای تاریخ. این تلویزیون های سلطنت طلب و مناطق این همه کلونی جمهوری اسلامی هستند، یعنی دولت ایرانی، ببخشید، روایت جمهوری اسلامی. خب این ما بودیم بار اول تمام اینها رو مطرح کردیم. آقای شهرام همایون ظاهراً با امیراحمدی مصاحبه داره و ظاهراً بحثش این قرارگاه کرونا است. یادتونه دیبیت‌های کرونا ما حالا شده کرونا علی خامنه ای. خب ببینید، کرونا ویروس کاملا سیاسی اسلحه است. آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میتونه از این استفاده بکنه، ولی شما یک رهبر اپوزیسیون ندیدید بیاد در مورد کرونا مردمش رو رهبریت بکنه.
نظری داشته باشه. حرفایی که میزدن حرفایی بود که سپاه پاسداران میزد. برید خونهاتون، دستتون رو بشورید، دور هم جمع نشید، خواهش میکنم شیوع پیدا نکنه. حالا داستان، حالا کاشی که به عمل میاد میفهمیم برای چی مردم بایستی خونه باشن و ما گفتیم بایستی واسه چی مردم خونه نگه داشته بشن، کیا دارن مردم رو به خونه میفرستن. ببینید اینی که کرونا و ما دیبیت کرونا ما رو انجام دادیم، گفتیم که کرونا یک اسلحه هست و هر انسانی که حامل کرونا است میتونه یک اسلحه بیولوژیکی باشه. ما اینو گفتیم. خب و گفتیم که شما برید و تمام بازوان جمهوری اسلامی را آلوده بکنید به کرونا. جهان پسا کرونا، جهان قشنگی. حالا در موردش صحبت میکنم. ببین همین کرونا تمام مؤسسات دولت ایرانی رو تعطیل کرد، یعنی آقا تعطیل کرد. همین کرونا نماز جمعه عبادی سیاسی رو برای همیشه تعطیل کرد. نه اینکه کرونا این کار رو کرده باشه، نه، اراده بر این است این کرونا باشد که ما این انقلاب عظیم تا ظهور امام مهدی رو یه جورایی عوض کنیم. چهرش رو چه شکلی عوض میشه کرد؟ این نماز دشمن شکن عبادی سیاسی جمعه رو چه شکلی میشه از کار انداخت؟ کرونا. خب ببینید وزیر صنعت و معدن ابلاغیه داده که تولید الکل به صورت خانگی و غیر رسمی آزاد است تا اطلاع صنعتی. ما اینا رو 4 سال پیش گفتیم همونی که بازجوه، همونی که پلیس امنیته میاد با باتون سرت میزنه که حجابت رو رعایت کن، عرق نخور، همون با باتون سرت میزنه میگه که غلط کردی که عرق نمیخوری. همونی که امروز میخواست تو ریش داشته باشی و انگشتر عقیق دستت کنی و اسم از حسین بیاری و از این صحبت ها بکنی، فردا تو سرت میزنه که ریشت 3 تیغه بزنی با تیغ 3 سوسمار، اون چیزی که قاطبه میگفت. اگرم هر روز مس نکنی میزنن تو سرت، بایستی هم بتونی یه تبار برای خود درست بکنی که وصل بشی به کوروش یهودی. توجه میکنید؟ ما اینا رو گفتیم. ببینید اینی که شما تحلیل بکنی تا اینکه شما بیایید بگید که ماهیت ساختاری چه شکلیه، چطور ساخته شده، کارش و کارکردش چیه، فلسفه وجودیش چه شکلیه، چگونه تغییر چهره میدهد بر اساس کدامین تئوری. این مهمه. به این میگن تحلیل واقعی که ما اینها رو کردیم، یعنی انجام دادیم. ضرورت درست شدن دولت ملت ایرانی یعنی کورپوریشن ایرانی، فاز اول، فاز دوم و فاز سومی که با کرونا آغاز میشه. امروز علی خامنه ای میگه که کرونا اگر حمله بیولوژیکی است، حمله بیولوژیکی چیست؟ حالا کی میخواد حمله بیولوژیکی بکنه؟ مردمی که کرونا گرفتن مثلا برن پاسدارا رو بغل کنن. میگه حمله کرونایی، همونی که ما گفتیم کرونای ما قرارگاه کرونا درست کرده. ببین قرارگاه کرونا مثل قرارگاه خاتم النبیین، قرارگاه رمضان، قرارگاه آخرین ورژن قرارگاه کدوم الان؟ کرونا. این بالاترین، امنیتی ترین و قدرتمندترین قرارگاه نظامی ایرانه. توجه می‌فرمایید؟ تمام تحولات هفته‌های آتی توسط این قرارگاه رقم میخوره. بر بستر کدام اندیشه این اتفاق چگونه میفته؟ ببینید اینی که ما در دیبیت‌های قبلی گفتیم مردم شکل نظام شکل مردمه. همون قدری که مردم در محظوریت قرار دارن، علی خامنه‌ای هم در محظوریت قرار داره. لذا اینا بهونه بایستی بخوان تا بتونن چرخش بکنن، سویچ بکنن، پارادایم شیفت بکنن و بهترین بهانه رو کرونا دست اینها میده. توجه میکنیم؟ و همین خاطر ما آمدیم دیبیت های کرونا ما رو مطرح کردیم. خب ببینید من یه حاشیه‌ام اینجا داشته باشم به کل متن.
ببینید این تاریخ بازی و ایران بازی و آریا بازی و مدارک دانشگاهی و پسر کوروش بودن و ایران عظیم و اینهایی که شما دیدید مشتی مخملات بود، اینها ابزار ساخت اساسنامه ساخت یک کورپوریشن بود. اینها تا زمانی خوبن که شما یه ورژن دیگه از این نیارید. خب داستان بزرگ چیه؟ داستان بزرگ اینه این سرزمین بهش میگفتن کردوار. کرد یک مفهوم انتزاعی بود، مفهوم اتنیکی قومی نبود. ما یک زبان کتابت در این سرزمین داشتیم به اسم زبان گورانی. زبان ادبیات بود، اندیشه بود، فلسفه بود و زبان انتزاع بود. این چیزی که بهش میگن زبان فارسی اکثریت متونش از متون گورانی به سرقت رفته، دستکاری شده، لذا بایستی این زبان فارسی رو بهش هویت تاریخی میدادن. برای این احتیاج داشت که بیان یک تعریفی از زبان کردی بکنن. لذا طی 100 سال گذشته آمدن گفتن ما زبانی به اسم کردی داریم. توجه می‌فرمایید؟ اینها لهجه های خاص ایلات و اشایر مختلف در این سرزمین کردوار بودن، چه لری، چه مازنی، چه گیلکی، چه جافی، چه گورانی، چه هورامی، چه هرچه، اما یک زبان برای خواص وجود داشت بهش میگفتن گورانی. خب ببینید اینا اومدن در یک منطقه بخصوصی در غرب این جغرافیایی که بهش گفتن کورپوریشن ایرانی، گفتن این منطقه موکریان بیر میگن کردستان. برای این حزب درست کردن، رفتن 4-5 نفر هم آوردن ساپورت کردن به عنوان شاعر که بره مثلا متون کردی رو بیاره به کردی ترجمه بکنه. بعد ما ناگهان شاهد ظهور یک زبانی شدیم به نام کردی. ظهور این زبان به نام کردی اصلا کردیت نبود به مردمان این سرزمین، توطئه بود که کل سرزمین رو ببلعند در قالب 4 کورپوریشن، از کنار دریای عمان تا کنارهای دریای سیاه و مدیترانه، اینها رو ببلعند و بخورند. خب پس ما یک زبان داریم به نام کردی. این زبان مالی یه مردمی که داری پوشش خاصی هن، یه جور عجیبی هم میرقصن و به اینها میگن کرد. حوزه نفوذیشون هم چیزی هست و نیست و مناطق استان کردستان و آذربایجان غربی و سلیمانی و به اینا میگن کرد. توجه می‌فرمایید؟ در صورتی که کرد یک مفهوم انتزاعی بود به انسانی که سلطه ناپذیر بود، به انسانی که آغاز خودش رو به عنوان موجودی گناهکار نمیدید که تزکیه بایستی بشه تا رستگار بشه. لذا کردیت در سرزمین ما، در این سرزمین کلان کردوار، بعدن شما یک نهله هایی از این نگاه رو در نیچه میبینی که او بهش میگه اوبرمنشن یا ابر انسان. این مفهوم کردیت اینگونه در سرزمین ما به کار میرفت. خب حالا توجه داشته باشید صحبتی که ما کردیم خب طبیعتاً چون از دل مبارزات به در آمده بود، نامأنوس بود و هیچ مدرسه، هیچ دانشگاهی اینها رو درس نمیده، خب یه سری انفعال، ایگنور کردن، همچی چیزهایی میشه گفت به وجود آورد. اما حالا من روایت‌های مختلف ایرانی رو برای شما، یعنی ما وقتی میگیم ایرانی ما از هیچ ناسیونالیزمی صحبت نمی‌کنیم، ما از اساسنامه یک شرکت بازرگانی داریم صحبت می‌کنیم که ربطی به هیچ کدام از مردمان این سرزمین نداره. توجه می‌فرمایید؟ اما اینها با ابزاری که در اختیار دارن، با کنترل پول، با دادن شناسنامه ثبت و ضبط مرگ و تولد، اینها توانستن روایت خودشون رو از طریق دستگاه‌های تعلیم و تربیتی در ذهن نسل تازه به دنیا آمده قرار بدن. خب ببینید حالا من این مصاحبه امیر احمدی رو با شهرام همایون براتون پخش میکنم، چون ببینید من خیلی متاسفم برای کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنند و بی بهره شدند از متون انقلابی راپرین. متاسفانه کار از
پایبست ویران بود و ما بایستی خیلی جاها رو پاکسازی میکردیم، نرسیدیم. ذهنیتی که از این مردم ساختن این مردم رو نابود کرده و این مردم گیج و منگن، دریا و گویی قرار گرفتن. حالا ما این رو تفسیر میکنیم. زنی مردم به هیجان میان، برای حرفای عادی مردم کاری نمیکنن، میگن تو اگه. ازش سپاسگزارم و دوستان دیگری پوران امین کرده، خیلی از همه اینها سپاسگزارم. خب بریم به مرد پر از پرابلم. برای ما گرفتاری ایجاد میکنه آقای دکتر امیر احمدی. نمیدونم چرا ببین، مرد پر از پرابلم آقای امیر احمدی برای ما گرفتاری درست میکنه، نمیدونیم چرا. ببین تئاتر داره فیلم بازی میکنه، اینا هماهنگ کردن با امیر احمدی، داره این تئاتر رو بازی میکنه. در کدام تئاتر رو بازی میکنه؟ تئاتری که دیکته شده سپاه پاسداران اینها داره بازی میکنن. چرا؟ چون آقای امیر احمدی هفته گذشته یه حرفی زنه. حالا بهش میگه این حرف چیه؟ تو درود بر شما. درود بر شما. روز دوشنبه برنامه رفتین، تا حالا من دارم جواب میدم. چی بوده؟ چی گفتیم روز دوشنبه؟ اولا روز دوشنبه یه برنامه رفتیم، شما یه حرفی زدید که تا حالا من دارم جواب میدم. چی بوده اون حرفه؟ چی بوده؟ این خیلی مهمه. ببینید دقیقاً میخوان یادآوری بکنن، این رو جا بندازن. یک تلویزیون به نام سلطنت طلب ایرانی کوروشباز آریاباز شاهنشاهباز تاجباز یه مرد وابسته به دولت ایرانی آورده، مجبورم از باش صحبت بکنه دیگه. چیکار کنه با این چهره پرابلم؟ داره باش صحبت میکنه، این تئاتر رو داره بازی میکنه. تو چی گفتی دوشنبه؟ توضیح بده دوباره. یعنی که دقیقا شما بفهمید این کلمات رو، این مفاهیم رو یاد بگیرید. درود بر همه ایرانی ها و بیننده ها. عرض کنم که ما دوشنبه یه حرف خیلی خوبی زدیم. ببین وقتی که یه حرف خوب میزنی مردم به هیجان میان، برای حرفای عادی مردم کاری نمیکنن، میگن تو اگه کاری نکنی کسی هم با تو کاری نداره. ولی وقتی قراره یه کاری بکنی همه خب کار دارن. من خیلی چیز ساده‌ای گفتم. من گفتم ایران کشور امپراتوریه و این داستان که ما شاهنشاه داریم و اینا به پادشاهی سنت ماست دروغه. فقط آنچه دروغه این سرزمین اسمش ایران نبوده هیچ وقت. آقای امیر احمدی، مردمانی که با زبان فارسی تکلم می کنید و می فهمید، چطور شما از شهرام همایون و جواد طباطبایی و صادق زیبا کلامی که ذهنیت شماها رو می سازن میپذیرید ناگهان که این سرزمین شاهنشاهی نبوده است، امپراتوری بوده است. شاه یه سایز کوچولوه. ببینید این همان شاهنشاه بازی و بزرگ ارتشداران و شاهنشاه آریا مهر اهورایی مگه نیست؟ این مگه 2500 سال بازی نیست که شما تحت نام تاریخ تدریس میکنید، معلم تاریخی، کتاب مینویسید؟ اینو آقای امیر احمدی داره میگه که، آقای محمد امینی میگه که اینطوری نیست. خب چرا نیست؟ شما نفهمیدی روز اول همین 2500 سال بازی رو یهودی‌ها نوشتن، چون اساس نامه شرکت ایرانی بود، شرکت بازرگانی ایرانی. این اساس نامه بود. حالا هر وقتی هم روایتش عوض میکنن این سیستم پوست اندازی میکنه و تو این روایت جدید رو از این به بعد باید یاد بگیری. پس ایران رو اینجا محور قرار دادن. حالا میگه که ما شاهنشاه نداشتیم، که ما امپراتور داشتیم. ما اینا رو در دیبیت های ایران بزرگ فرهنگی تحلیل کردیم قبلا که اینها میخوان کدام کار رو انجام بده. وقت شما میفهمی سپاه قدس پاسداران برای چی حزب دموکرات کردستان ایران کومله با تمام شاخه هاشون، با PKK رو، با اتحادیه میهنی، با پارتی دموکرات کردستان عراق رو سپورت میکنه.
چرا هشت و شعبی و کتایب اهل حق و چرا آمریکا عراق رو در سینی طلایی تقدیم به ایران کرد؟ توجه میفرمایید؟ ما اینا رو تحلیل کردیم. برای اون کانتون بازی، اون ایران بزرگ فرهنگی، اون شاهنشاه‌های کوچیک نه، اون استاندارهای کوچیک نه، اون کنترل‌های محلی کوچیک که تحت نظر امپراتور اصلی هستند. توجه می‌فرمایید؟ حالا یه عده که بی هویتند، هر چقدر هم تو سرشون میزنن، مثلا هم تو آمریکا هر کسی خیلی فقیره ترامپو دوست داره، یعنی اونی که نون نداره بخوره، اونی که درآمدی نداره، اونی که بیکاره، اون ترامپو خیلی دوست داره. اینطوری نیست که شما فکر کنید طبقات ضعیف، گرسنه، له شده، این آدمای احمق چرت و پرت گورو دوست ندارن. نه، اون احساس غرور میکنه با اون نداشته هایی که نداره، که مثلا این آدم مثلا نماینده شه، آدم گوگردان کلفتی آمریکا رو میخواد آمریکا تر کنه، گنده تر کنه. اینه که شما اشتباه میکنید وقتی تحلیل میکنید داستان رو. حالا اجازه بدید، این بحث کلامی بحث قشنگیه، چون ایشون میگه که داستان چیه. بعد از صفویه به این بره که ما سنت پادشاهی داریم، و اونم وقتی بود که عثمانی ها امپراتوری درست کردن و ما رو تنزل دادن به سطح پادشاهی. اوکی. رهبرین کردوار سربخو گفت که دو دولت قبل از دولت یهود، دولت یهودی اصلی در منطقه خاورمیانه حضور دارن در جهان اسلام. اون دو دولت کدام هستن؟ کورپوریشن ایرانی و کورپوریشن ترکی. شاید خیلی ها اصلا سوال نکردن که این دو کورپوریشن چطوری یهودی هستن. شما بدانید آرتور کسلر کتابی داره به اسم خزران یا قبیله 13. قبیله 13 یهودیان قبیله خزر هستند که الان اشکنازی ها میگند که بازماندگان اینها هستند. تمام یهودیان اروپای شرقی، اروپا، آمریکا، یهودیان موبور چشمابی فرزندان خزری ها هستند. خزرها کیان؟ خزری ها کیان؟ خزری ها ترکند، قبایل ترکند، بازوان اصلی یهود و دولت یهود. خب این دو کورپوریشن ترکی در ترکیه که امروز درست کردن، بایستی بدانید اکثریت یهود جهانی یهودیان ترکند. اون یهودیایی که کورپوریشن ایرانی را ساختن یهودیان سامی اند. تفاوت این دو دولت اینه، یکیشون یهودیان سامی در دنیای اسلام تشیعی رو میاره و حاکم تشیع بایستی بشه، یکیشون یعنی روایت این شکلیه وگرنه این شکلی نبوده، یکیشون بایستی بیاد و روایت امپراتوری سنی اسلامی رو بیاره. ببینید بعد از صلاح الدین ایوبی و شکستی که از صلاح الدین ایوبی میگیرن، دو مرکز تجارت جهانی به کنترل صلاح الدین ایوبی به اضافه دریای مدیترانه و تجارت با ونیز در اختیار امپراتوری ایوبیان قرار میگیره، یعنی بیت المقدس و مصر. مصری که حکومت شیعه فاطمی یهودی در حاکمه. بعد از صلاح الدین ایوبی دو دولت ناگهان در جهان اسلام عربی با دین عربی ظهور میکنن، یکی به نام سلطان شیعه، یکی به نام خلیفه سنی که ترک، یکی هم که بایستی لابد ایرانی باشه. توجه میفرمایید؟ سوال اینه چرا یهو بعد از صلاح الدین این دوتا میان، عرب‌ها کلاً نمیمانند، به بیابان‌ها برمیگردن. پس اینجا بعد از شکستی که از صلاح الدین میخورند یهود جهانی دو دولت جعل میکنه در منطقه که اصولاً اینها نه ساختمانی دارن نه شما تشریف ببرید استانبول، هیچ ساختمان قدیمی ندارن قدمتش به 400 سال برسن. برید موزه های احمقانه شون رو ببینید، ریش پیامبر اسلام رو گذاشتن اونجا، مدفوع پیامبر اسلام رو گذاشتن اونجا، اما اون پوتین مشهور امپراتور بیزانس رو نذاشتن که سلطان محمد موتی رفته اونجا رو گرفته، نذاشتن. زبان یدیش ترکی مسخره استانبولی
هیچ مفهوم انتزاعی و انضمامی ندارد. همون طوری که این زبان یدیش و فارسی نداره. اینا زبانهای کورپوریشنی هن. زبانهایی نیستن که باشون زندگی کرده باشن. سرزمین ما یک سرزمین رها بوده و این سرزمین کردوار توسط کسانی که زبان مادری خود رو داشتند، لهجه مادری خودشون رو داشتن، اما مرتبتی از انسانیت که بهش میرسیدن و مرتبت آرمانی بود و ایدئال بود، مرتبت کردیت بود. اونها رو در هم کوبیدند. از هر 10 نفر یهودی در دنیا 9 نفرش یهودی خزریه، یعنی ترکه، قبیله 13. بگذاریم چون اینا مهمه، اینا اساس سلطه جهان میشه. بر اساس این حکومت ها رو درست میکنن، بر اساس این روایات میاند نظم انضباط تعریف میکنن، بر اساس این سلسله مراتب تعریف میکنن، بر اساس این قوانین میسازن، بر اساس این چیزی میآفرینن به نام لجیتیمسی یا مشروعیت و این روایات رو تکرار میکنن، در وسواس تکرار میکنن، تعلیم میدن، تکرار میکنن و داستان براش میسازن تا در ناخودآگاه شما بنشیند و شما بدون تفکر عمل بکنی به آنچه که اینها میخواهند. خب حالا آقای امیراحمدی اصرار داره که شاهنشاهی غلطه، امپراتوری درسته، ما اصلا شاهنشاه نداریم که. گوش کنید. حالا کسی که میخواد در این رابطه با من بحث بکنه، خب اگر البته به بحثتون برسونم، من تصور میکنم که اگر منظورتون از پادشاه اون جنبه تاریخی پادشاه باشه، یعنی مثل پادشاه انگلستان، شاه انگلستان، اون از احمدشاه از محمد علی شاه به بعد قاجار، برای اینکه تا قبل از او همه شاهان شاهنشاه بودن، از سلطان ابن سلطان بودن. در حقیقت اون چیزی که منظور شماست تا زمان محمد علی شاه صادقه، یعنی یک نظام شاهنشاهی یا اون امپراتوری که شما میفرمایید. ببین شاهنشاهی با ببینید آقای شهرام همایون سلطنت طلب خانواده، بگو از خانواده، همین آقا که باد فتح میفروخت، باد فتح وطن میفروخت، ناگهان در یک مقاومت مضحکانه تسلیم شد که این شاهنشاهی همان امپراتوری همان شاهنشاهی، حالا امپراتوری مد میشه. چرا؟ کار دارن با امپراتوری، کار دارن. یک زمانی بزرگ ارتشداران بود، حالا ولایت فقیه، بعدن اینا روایتن و هر کدوم از اینا کارکرد خودشون رو دارن. حالا برمیگردیم به داستان قرارگاه کرونا که آقای امیراحمدی داره چی میگه. امپراتوری فرق میکنه. اولا چیزی به نام شاهنشاهی ما نداریم به عنوان یه نظام، اینا از خودمون در آوردیم. حتی اعلی حضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی خودشو شاهنشاه میگفت، این نبود شاهنشاه. حتی به قول خودت آقای امیراحمدی میگه ما این روایت رو ساختیم، اما کسی سوال نمیکنه آقای امیراحمدی چرا این روایت رو ساختید. ببینید در همین کردوار ما الان کسانی که مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، تاریخ خوندن، تاریخ دوست دارن، باستان بازن، ول نمیکنن کنه این شاهنشاه بازی رو، دیاکو بازی، کوروش بازی، ول نمیکنن، چسبیدن این روایت دوستش دارن. ولی کسی از این آقا سوال نمیکنه تو که میدونی، همه ما میدانیم، زیبا کلام میداند، طباطبایی میداند اینها دروغه. چرا دروغه؟ سوال اینه چرا دروغه؟ کارکرد این چی بود یه بره شما به نام شاهنشاهی ازش استفاده کردید؟ دولت متداوم 2500 ساله شاهنشاهی، این کلاه گنده، این گولی که سر این مردم مالوندید چی بود؟ بر چی بود؟ سوال. پاسخ:
شما برای تشکیل دادن یک کورپوریشن یک روایت نیاز داشتی و این روایت رو ساختی، تو نساختی. این رو برات یهودی های اربابت، برای یهودی های داخلی ساختند که این سرزمین ما و مردمانی که امروز دارن له میشند در انقیاد بگیرید. بعد روایت انقلاب 57 و شیعه بازیتان، حالا روایت بعدیتون دارید دعوا میکنید دیگه، نه ولایت فقیه، نه حکومت مهدیه، نه شاهنشاه. چیه روایت بعدی؟ ایران سکولار دموکرات، امپراتوری ایران سکولار دموکراتیک. یادتونه برای انتر قاسم سلیمانی چی کار میکردن؟ ژنرال گندمون اومده مرده، آریو برزنی، اینا کارکرد داره. وگرنه مردی که تریاکی، آخه کی مگه طرف مارشال رومل بود؟ کی بود این رستم قهرمان؟ اینا از ترس کرونا رفتن تو سوراخی، بعد اینا شهادت طلب بودن برن سوریه بشن مدافع حرم، سپاهی، مشتی فاسد تریاکی شیشه‌ای. نه عزیز، اینا کارکرد داره. عوام الناس هم بدبختن، دنیای پر از مشکلات و عقده وجودشون رو گرفته، ناگهان دلخوش میکنن به یک دلخوش کنکی در یک واکنش جمعی که احساس آرامش مقطعی به اینها دست بده و احساس بکنن یک چیزی هستند. کسیه که چند تا شاه زیر دستشه. کدوم شاه زیر دست محمد رضا پهلوی بود که خودشو شاهنشاه میگفت؟ به من جواب بدید. نه اینو من قبول دارم. نه قبول دارم. این کلمه من در آوردیه. اصلا ما چیزی به نام شاهنشاه در تاریخ ایران نداشتیم. درست همون بحث ملته که ما به غلط اینو گفتیم مردم. بابا ملت مردم نیست. آقای ببین این الان میگه ملت مردم نیست، هدف داره. شماها از این اوضاع خیلی راحت رد میشید به عنوان مردمان عادی. کار داره با ملت. ببینید مردم یعنی یک چیز یک دسته، یک کاسه. از نظر تبلیغ نظام سیاسی اینها، ملت ترک، ملت ترکیه، ملت ایران، وقت باید یک دست باشه، همه باید فارسی حرف بزنن. خب نیست، این شکلی نیست. ما زبان مختلف داریم، اصیلات مختلف. خب چرا میگه ملت؟ حالا ببین میگه مردم و اشتباهی به کار بردیم به جای ملت. حالا این ملت بایستی ملت کرد باشه، ملت ترک باشه، ملت بلوچ باشه، ملت فارس باشه، ملت افغان باشه، ملت تاجیک باشه، ملت ترک باشه، ملت عرب باشه. اینا وقتی میشن ملت کاسپیه هم. خب چه اتفاقی میفته؟ حالا این اون امپراتوری رو مشروع میکنه. چه کار کردی؟ تو 100 سال هزینه دادی این مردم باور بکنن که ترکند و کردند و بلوچند و بلا بلا بلا، و تو اینا رو مثلا سرکوب کردی، ترک رو سرکوب کردی، کرد رو سرکوب کردی، بلوچ رو. چرا؟ که تنبون کردی پاشون نکنن خشتکش 0.5 متر باشه. توجه میکنید؟ چون کردیت یعنی تنبون گشاد با خشتک 0.5 متری، جدن هم کول برن. یا مثلا بلوچ ها سوخت برن، قاچاقچی هن، بلوچی هم صحبت میکنن. اینو یعنی بلوچیزم، بلوچی. خب این 100 سال زدن تو سرش که اینا رو به این فاز سوق بدن. خب حالا قشنگ ملت ساختن. ملت کرد، طرف رگش میاد بالا انقدر به امت کردی میگه ملت کرد. ببینید امت کردی با ملت کرد فرق داره. امت کردی امت انتزاعیه، امت انسانهایی که به آن آرمان و در مسیر آن آرمان انسانی دارن حرکت میکنن، از کنارهای عمان تا کنارهای مدیترانه. پس وقتی راهپری مفاهیم درست میکرد و میگفت این است واقعیت ما، و وقتی میگفت در سطح کلان دولت ها، اونایی که شما بهش میگین تینک تانک میفهمن ما چی داریم میگیم، تو نمیفهمی. الان چرا امیر احمدی کار داره با اینکه ملت با مردم کار نداره؟
تفاوت میکنه. یه زمانی بایستی رضاخانی می آوردن مردم درست میکرد، مردم ایران. حالا یه خمینی آمد امت مسلمانان شیعه درست میکنه. حالا یه امپراتور میاد، ملت نیاز داره. چرا؟ چون میخواد کانتون درست بکنه. نه شما فکر کنی یک سرزمین قواره رو به یارو میگن که این اسمش کردستان، تو شاه اینجا باش بعد زیر دست ما باش. نه، ببین شهر فلانجا رو یه استاندار مثل الان روش میذارن، بهش میگن شاه اونجا، توجه میفرمایید؟ به همین خاطر حساسیت داره این کلمات، چون کارکرد داره. تمام اونایی که در این کردوار ما نمیفهمند اینا چطور کار میکنن، از این به بعد بایستی بفهمند چطوری اینها اومدن فعال جامعه مدنی برای شما ساختند، چطوری اینها آمدن برای شما معتمدین ساختند، پروفسور ساختند، برای شما دکتر ساختند که شما کلامش رو قبول بکنی. در تلویزیون های مختلف، از کیهان شریعت مداری تا سیمای جمهوری اسلامی، از وایس آف آمریکا تا تلویزیون های سلطنت طلبان، تلویزیون شیک من تو تا بی بی سی، رادیو زمانه، رادیو فرانسه، اینا قرار بود چه بسازند؟ انسان‌های تولید بکنند که در مسیر تغییرات و پوست اندازی‌های روایت‌های مختلف حرکت بکنند. خب پس مفاهیم مهمه، چون کارکرد دارن، اساسنامه این کورپوریشن ها هستن. وقتی ما میگیم اینجا اسمش کلان کردوار، اینجا اسمش خاورمیانه نیست. خاورمیانه حوزه نفوذ قدرت ایالات متحده آمریکاست. در زمان سلطه ما بر سرزمین خودمان، با سنن خودمان، با قوانین طبیعی که داشتیم و در کنارش وقتی دشمن خارجی آمد صلاح الدین از آستین به در آوردیم، به این سرزمین حوزه نفوذی کلان کردوار و انسان کردی بود، انسان ایدئال کردی، نه خاورمیانه. کردوار اون سرزمینی بود که مشخصاً ایلات و طوایف از یک ریشه فرهنگی و قانونی با هم زندگی میکردن. مهمه که تو به جای اسم کورپوریشن ایرانی، ترکی، عراقی، سوریه، سرزمین کلان کردوار رو صحبت بکنی ازش، کردوار رو صحبت بکنی ازش، چون اون ایران برات میسازه، ترکیه برات میسازه، سوریه برات میسازه، عراق برات میسازه، ناسیونالیسم عراقی درست میکنه، سوری درست میکنه، ناسیونالیسم ترکی و فارسی درست میکنه و ایرانی ناسیونالیسم ایرانی میسازه، روایت درست میکنه براش. یه روز میگه این 2500 سال بود، حالا میگه این نیست 2500 سال. یه روز میگه این شاهنشاهی بود، یه روز میگه نه بابا این از صفویه شروع شد، امپراتوریت شیعه بود، شد ولی فقیه. حالا نه اینم نمیشه، امپراتوریت بود بابا، مال ملت‌های مختلف بود. چرا؟ ما اینا رو هم مطرح کردیم در ریبیزهای 100 سال تاریخی. پس اینا مهمه برای اوناییتون که نمیدونه اینا مهمه. من مطمئنم کسانی که این مصاحبه رو گوش میدن نمیفهمن اصرار طرف بر این کلمات چیه، چرا این بازی رو دارن میکنن با هم، چرا دارن این بازی رو میکنن. شاهنشاه اصلا وجود نداشته، آقای امیرحمدی غلط مصطلحه. باش آقای امیرحمدی، چون وقت زیغه، من نمیخوام حالا بحث اونجوری بکنم و الا شما بیارید در هخامنشی، در ارزنبو هخامنشیان، ساسانیان شاهانی بودن که به شاه ایران باج میدادن و در حقیقت شاه ایران شاهنشاه بوده، نه ببین اونا امپراتور بودن. ببین حرف من همینه. کوروش، داریوش، تمام اشکانی ها، ساسانی ها، اینا امپراتوری داشتن. ما زمان اینها پادشاهی نداشتیم، شاهنشاهی نداشتیم. اینا امپراتور کسیه که تعداد زیادی شاه زیر دستشه. شاه یک مفهوم پایینه. امپراتور کسیه که از شاه خیلی مرتبهش بالاتره. شاه یه مفهوم پایین‌تریه. حالا چرا این توهمو میخواد بده به کسانی که ظاهراً بهش میگن مردمان ایران؟ چرا میخواد این توهمو بده؟ یا به قوم هپروتی فارس؟ چرا میخواد این توهمو بده؟ ببینید میخواد یه دوزو بالا ببره.
دوز کوروش بازیه رو بالا ببره. حالا میفهمی اتفاقی نیست بنر کوروش رو میزنن وسط شهر مقدس مشهد. روایت بعدی کوروش بازیه، لوحی که این لوح استوانه بود، آقای چیز می آورد، احمدی نژاد می آورد. کوروش بازی شروع میشه، اما با امپراتوریت، نه با شاهنشاهی. چون یارو منطره رضا پهلوی وقتی اومد گفت من سوگندم رو پس دادم، میفهمه داستان چیه، هماهنگی ها شده با سپاه. حالا میفهمی کارکرد علی جوانمردی و سازگارا و تمام اینها کارکردشون چی بود، کارکرد این چیه، شهرام و همایون چیه، من و تو چیان، اینا میخوان چی کار بکنن. ببینید حالا داره بهت میگه که نترسید، تجزیه نمیشه که، امپراتور رو گنده گذاشتیم تو اصفهان، تو تهران هم چه قشنگ نشسته، تمام این کانتون ها زیر دست این گنده است. تا میگه آره این شاه ما رو خیلی دوست داریم امپراتورمونو، امپراتوری آمد آخیش عظمت ایران آمد. نه عزیز، نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. یه یهودی اومده قشنگ سیستم برات گذاشته اون بالا، تو قرار نابود بشی، از قدرت خلق بشی، در یاد باشی، به بردگی کشیده بشی، به فضاحت کشیده بشی، با این روایت هایی که هر بار برات میاره. حالا گوش کنیم بقیه‌شو. یعنی تو یه نفر داری امپراتور اون بالا، زیر دست امپراتور یه عده شاه هستن. این شاه ها بعدها شدن استاندار، میدونی، گیلان شاه، کرمان شاه. این شاه ها بعدن شدن استاندار. همین سیستمی که الان هست. این کانتون بازی و رژیم آینده هم همینه. تقسیمات استانی شهرستانیه. هر جای شاه خودشو داره. شاه دیوان دره، شاه چه طنز مثلا، شاه چابهار مثلا، هر جای به خودش شاه داره دیگه. مثلا کانتون اینا شاه های منطقه بودن. حالا نمیخوایم دعوای لغوی بکنیم که در هیچ جا مورخین یونانی سایرین هیچ جا از این اسم نبردن که ایران هرگز تاریخ امپراتوری داشته، ولی همشون تاکید داشتن که تاریخ شاهنشاهی داشته. حالا اصلا همچون چیزی نیست. ما قرار مثلا هرودوت رو قبول نکنیم. اجازه بدید، همچون چیزی اصلا نیست. شما برید ببینید، باعث اینجا شهرام همایون چرت و پرت بگه که امیر احمدی راستگو باشه. بله، امپراتوریت هخامنشی، امپراتوریت ساسانی. توجه می‌فرمایید، دقیقا اینجا باید دروغ بگه. خب این موضوع رو مطرح کردن، یه جدلی هم کردن، مردم بیادشون بمونه، حالت دعواگونه که من بدم میاد تو تراس میگی و آخری هم تسلیم میشه آقای شهرام همایون که حق با ایشونه و فردا مگه بره مثلا مدرک هرودوتی بیاره میبازه به آقای کی؟ به آقای. پس این روایت قشنگ داره میشینه. حالا میفهمی محمد امینی وقتی میاد میگه ما فارس نداریم، پیوند ما پیوند سرزمینی فرهنگیه، سرزمینی ما فارس نداریم که. راست میگه، ما فارس نداریم، خوب میدونه که ما فارس نداریم، ما ناسیونالیسم نداریم، ما دولت. هگل میگه که دولت تبلور روح ملت است، یا روح ملت در دولت متبلور میشود. پس ما ملت فارسی نداریم که روحش در دولت ایرانی متبلور شده باشه. مردم فارس نه، مردم ایران نداشتیم. توجه میکنید؟ اینا مهمه، خیلی مهمه، چون ابزار کار حکومت کردنه. با این انتریات شما رو بالا پایین میندازن. دوتو بخونید، اصلا همچون چیزی نیست. باش. این اصلا همچون چیزی نیست. ببین، میخوام به توضیح عرض کنم. ببین، ما اصلا کتیبه کوروشم منم شاه شاهان اونم قبول نیست. کی گفته؟ کتیبه خود کوروش. نه، میگه من شاه شاهام، یعنی امپراتورم. ببین یعنی نگیم به شاه شاهان. شاه شاهان، شاهنشاه مخفف شاه شاهانه دیگه. اجازه بدید، اجازه بذار توضیح. شما در تمام تاریخی واژه امپراتوری برای من در یک دوره تاریخی یه سند بگید من قبول کنم. شما تعبیر میکنید، باشه، من قبول دارم تعبیر شما رو. من دارم میگم تمام دوره هخامنشی، کشگانی، ساسانی، حتی بعد از اون امویه، عباسی، راشدین، مغولا، ترکای سلجوق، تمام ما امپراتور بودیم، امپراتوری داشتیم. بعد از سفر چی خطابش میکردن؟ آقای دکتر چی خطاب میکردن؟ به کی؟ به اون نظام حکومتی مورخین چی خطاب میکردن؟ ببین،
اولا شما خود نظام رو ببین. الان ما یه نظام داریم جمهوری، ولی یه آقا داریم به نام آیت الله خامنه ای که ولی فقیه. خب کدوم یکی درسته؟ شما کاری با اون کسی که اون بالاست چی بهش میگفتن نداشته باش. من دارم از نظام صحبت میکنم، به نظام حکومتی ایران. ایشون داره از نظام امپراتوریت صحبت میکنه. توجه بکنید، ایشون از نظام امپراتوریت داره صحبت میکنه. از شخصی که اون بالا میشینه بهش میگی امپراتور، یا بهش میگی شاه، یا بهش میگی سلطان، یا بهش میگی خلیفه حرف نمیزنه. حرفش اینه. حالا اجازه بدید. کجا گفته شده امپراتوری؟ سند تاریخی به من بگید، من برم مراجعه کنم. شما برید تمام کتابایی رو که خود یونانیان نوشتن، خود اروپاییان نوشتن. هرودوت قبول دارید؟ هفته آینده اینا همشون امپراتوری بودن. تاریخ باستان پیرنیا رو قبول دارین؟ 10 جلد تاریخ باستان پیرنیا. ببین اولا بذار یه چیزی بهتون بگم، این خیلی مسئله خیلی مهمیه. ببین ما تا 150 سال پیش اصلا تاریخ نداشتیم، یعنی اصلا گم بودیم. ما حتی 100 سال پیش هم ما تا 150 سال پیش اصلا تاریخ نداشتیم، گم بودیم. 150 سال پیش کی برای اینا تاریخ نوشت؟ یهودی ها. کی اساس دولت درست کرد؟ یهودی ها. حالا چرا اینو اقرار میکنه؟ چون کار داره با روایت امپراتوری. ورژن بعدی رو میخواد بیاره، اما طرف احمق که باشه، مثلا یه ترک ناسیونالیست احمق باشه، یه کرد شلوار کردی پا باشه، مثلا همینایی که کردن مفهوم اتنیکی قومی، اون میگه دی فکر میکنه خیلی کار مهمیه. نه، ببین سوال اینه چرا حالا میگه دروغه؟ چرا حالا اعتراف میکنه؟ چون ورژن بعدی تو دستشه، چون نسخه بعدی رو داره میگه این نسخه اصلی است، امپراتوریت نسخه اصلی است. توجه میکنید؟ داره این رو میگه. 150 سال پیش ما تاریخ نداشتیم، 100 سال پیش نداشتیم. این چرا؟ چون متن شفاهی بود، اورال بود. اصولاً زندگی آرمانی کردی و سوق در زندگی به سوی کردیت بایستی شفاهی می بود، چون کلام بزرگ رو بایست بر دل بشینه، بر ناخودآگاه بشینه و عمل بکنه. این است کلام بزرگ. به همین خاطر بود، به همین دلیل بود. تمام زندگی قهرمانی بود، انسانی بود، آزادی بود، سیستم نبود، ساختار نبود، نظام انقیاد کن و پادشاه و دربار، تمام اینا مشتی جعلیات یهود نوشته است. تخت جمشید رو نمیدانستیم، اصلا وجود نداشت تخت جمشید. ما تا 150 سال 100 سال پیش شاید ما کوروش رو اصلا نمیدونستیم، اصلا کوروشی وجود نداشت تو تاریخ ما. دکتر جان من اجازه بده من توضیح بدم. تمام اینا در این 150 سال گذشته اومده. آقای پیرنیا و امثال هم، اینا تماما دارن اون چیزی رو بلغور میکنن که یونانی ها، که رومی ها، که عرب ها بعدها اینا سرهم کردن. وگرنه ما اصلا شما نگاه کن فردوسی چرا یونانی ها، رومی ها، عرب ها بایستی از شما تاریخ سرهم بکنن؟ تاریخ نویسان یونانی، رومی، نه که شما میگید کجایی بودن؟ عرب ها مثلا ابن ندیم، مثلا مقدسی، مثلا اینا یهودی نیستن؟ نکن. خب حالا چرا؟ ببین این پاسخ رو نمیده. خب چرا شما یه مقطعی دروغ گفتید به این مردم؟ چرا مثلا گفتید مردم نگفتید ملت؟ چرا توضیح ندادید تفاوت بین ملت و مردم رو؟ شما چرا نیامدی بگی که ورژن امپراتوریت بوده، ورژن شاهنشاهی نبوده، ورژن ولایت فقیه نبوده؟ چرا نگفتی اینا رو؟ چرا مثلا طباطبایی میاد میگه که ما ایرانی ها هیچ وقت تئوریزه نکردیم خلافت رو؟ دروغ هم میگه. ما خواجه نصیرالدین طوسی رو داشتیم، از نامه تنسر آغاز میکنن. چرا این کارا رو میکنن؟ چون روایت بعدی بر این سوار است. حالا سوال آقای تهرانی، آقای اصفهانی، آقای کرمانی، تو که یه عمر با کوروش زندگی کردی، تو آینه هم نگاه میکردی میبایی کوروش اصلا یادت نمیاد، تو اصلا به این نمیخوری، زبونت هم با این فرق داره، فرهنگتون با اینا فرق داره. چرا؟ چطور شد شما بی‌هویت شدید؟
حالا چرا تو یه روز بهت گفتم بچه کوروشی، حالا میگم بچه کوروش نیستی؟ چه کار میکنی با این همه تناقض؟ قبر مادر سلیمان، چه کار میکنی با این همه تناقض؟ ببین اینا ابزار سلطه هستند، ربطی به هویت تو نداره. هویتی از تو میسازن که بر تو سلطه بکنند. داستان اینه. و تو این سرزمین شما نمیبینی یک انسان که دارای منش و خصلت کردی باشه و برود به سوی شدن، بیاد این چیزها رو بگه برای مردم. خب پس شما فکر نکنید طرف تو سرش خورده یا یهو آدم صادقی شده. نه، داستان این نیست. داستان اینه که طرف احتیاج داره به این روایت. برای کی؟ برای فاز سوم کورپوریشن ایرانی. این همه در شاهنامه از شاهها حرف میزنه. ببین یک دفعه از کوروش و داریوش صحبت نمیکنه، اصلا وجود نداره. آقای دکتر بحث رو هیچ نباید بسیطش نکنید. ما داریم راجع به نوع نظام حکومتی ایران صحبت میکنیم. تمام شد. نه راجع به اینی که نوع نظام حکومتی ایران رو مورخین اون چه که سند در ایران هست که کشف شده، امروز ممکنه یک لوحی در یک جای کشف بشه که معرف یک حقیقتی مال تاریخ 3000 سال پیش باشه که تا دیروز این لوح نبوده. حالا من به دلیل اینکه فرصت کمه، 40 دقیقه بیشتر وقت نمونده، بپردازیم به مسائل روز. آقای دکتر همین الان آقای خامنه ای فرمان داد به آقای باقری رئیس ستاد، فرماندهی ستاد، که مسئولیت مبارزه با کرونا رو ارتش و سپاه به عهده بگیره. اوکی. الان شما فهمیدی این 5-6 دقیقه‌ای که جنگ زرگری بود. خبر رو 3 ساعت پیش 4 ساعت پیش BBC مخابره کرده که قرارگاه کرونا به دستور علی خامنه‌ای به بهانه اسلحه بیولوژیکی و جنگ بیولوژیکی برقرار شد. اینا فوراً امیر احمدی رو آوردن. فوراً امیر احمدی با یک جدل 5 دقیقه‌ای در مورد امپراتوریت آغاز میکنه، در مورد ملت آغاز میکنه. حالا میره سر سواله: آیا امیر احمدی خبر جدید الان رسید داغ، خامنه ای باقری رو مأمور کرد قرارگاه کرونا بسازد. یادتونه من گفتم کرونا ما این کرونا علی خامنه ایه، این کرونا یهودیت، این کرونا آمریکاست. کرونا ما میزد به قلب اینها. حالا اونا کرونا رو برگردوندن به ما. توجه میکنید؟ قرارگاه کرونا الان قدرتمندترین نهاد نظامی در ایران و از روزهای آینده شما تحرکات قرار داده. ببینید الان میدونید که داستان چه بود وقتی اینها می اومدن مقابله با کرونا میخوان بکنن. برید در خونه هاتون. بعد این فعال مدنی پدرسوخته به نام دکتر و مکش مرگما و خوشگل و اینا میاد میگه که قرنطینه کنید آقا، کشور رو قرنطینه کنید آقا، درهای خونه رو ببندید آقا، مردم بکنید تو خونه ها. در صورتی که از 4 روز پیش اینها سربازان وظیفه رو از سپاه به مرخصی فرستادن. 54,000 زندانی رو آزاد کردن و اینها رو سازماندهی کردند و آزاد کردند. اکثریت بزهکار وابسته با وعده آزادی و پول در رژیم آینده سازماندهی شدن که به جان مردم بیفتن تحت نام هرج و مرج. حالا بیان تو خیابون مغازه مردم آتیش بزنن، اگه اتفاقی افتاد قرار بود از کنترلشون خارج بشه، دزدی بکنن، به نوامیس مردم دست اندازی بکنن و بگن دیدید ضرورت حکومت خیلی واجبه، حالا حکومت درست بکنیم، حکومت مقتدر، سپاه بیاید بکشد، کوتانکای سپاه بیاد ما رو برگردونه به امنیت، کرونا، دزدی. ببینید مردم نه دزدند نه آدم کشند، نمیخواهند در خشونت باشند، نمیخواهند زندگی دیگران رو تهدید کنن که اونها رو تهدید کنن. این مردم نیستن. گروه هایی که میان این کار رو میکنن گروه های سازماندهی شده هستن در لباس مردم. شما وقتی میگی حاکمیت ابزار داره. شما وقتی میفهمید حالا 54,000 تا زندانی رو آزاد کردن، 30-40 هزار تاش سازماندهی شده آزاد میشن، بقیه هم به خاطر اندریات. حالا قرارگاه کرونا میسازن. ببینید امیر احمدی این رو چی خطاب میکنه. ما این از 4 سال پیش این روند رو از همین ابتدای کرونا هم داستان چرخش کرونا رو گفتیم. ما وقتی این رو مطرح کردیم در تلویزیون نور و وصال حق،
خود مجری تلویزیونه لبخندی بر لبانش آمد و بعد سپاه پاسداران حرفای ما رو مخابره کرد در کانال سپاه پاسدارانش. حالا آقای خامنه‌ای میگه جنگ بیولوژیک قرارگاه درست کنیم، اینا چرت و پرت نیست. اینا بازی سیاسی نیست، کرونا ویروس سیاسی نیست. یک رهبر پدر سوخته اپوزیسیون هم نمیاد موضع بگیره. حرفای 4 تا تریاکی سپاه پاسداران رو تکرار میکنه. یعنی در حقیقت دولت رو خلعیت کرد از مسئله کرونا. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاق همون کودتای بناپارتیست. همون آیا امیر احمدی چه اتفاقی افتاده قرارگاه کرونا ساختن؟ ببینید دقت بکنید به کلماتی که آقای امیر احمدی به کار میبره. اتفاق کودتای بناپارتیست. ببینید یادتونه این آریا بازی رو چطور کردن تو پاچه مردم؟ تو این سرزمین کردوار ما آریا بازی رو با کی کردن؟ با سیبیلای هیتلر. آلمانه و ماشینش قشنگه و مرسدسش زیباست و تکنولوژیش خیلی باحاله و آدمای با مغزین و سفیدای خوشگلین و بابا هیتلر رو دنیا رو داره میگیره. ما هم آریایی هستیم. حالا برو به هر کردی بگو که آریایی نیستی گازت میگیره. دلیل نمیکنه که آریایی. حالا چرا میگه کودتای ناپلئونی؟ ببینید مشتی تریاکی پدر سوخته شیشه‌ای وایگرایی سوزا گرفته به نام سرداران سپاه رو داره در ذهن شما به نام ناپلئون بوناپارت جا میزنه. امپراتور مقتدر بعد از انقلاب فرانسه، بعد از حکومت ژاکوبون ها، بعد از گردن زدنهای مختلفی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در فرانسه اتفاق افتاد، گیوتین و سلطه گیوتین، ناگهان فرانسه از درون خود فردی در آورد به نام ناپلئون بناپارتی که فرانسه را به اقتدار رساند، به گردن کشی کارش رسید تا فتح مسکو رفت و آقای بناپارت برای ملت خورد شده له شده فرانسه تحت انقلاب پرهرج و مرج فرانسه یک استیبلیتی، یک امنیت و یک غرور آورد. ظاهرا امروز هم فرانسه ناپلئون بناپارت رو به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های خودش قبرش رو زیارتگاه کرده. برید ببینید کودتای مشتی تریاکی سپاه پاسدارانی رو مال بیت رهبری رو داره میگه چی؟ کودتای بناپارتی. قشنگ تا دوست داری و آخیش و بناپارت داره میاد. و ببینید شما رو کردن تو خونه دم عیدی، درآمد نداری، پول نداری، آذوقت خوردی، کرایه، فشار، قبوز مختلف رو سرشونته، رفتی از ترس تو خونه خزیدی. حالا تولید الکل هم برات آزاد کردن، داری الکل میخوری قشنگ، بری همش مست باشی. این مدت مردم دیگه حالا پیشرفت کردن، کرونا آزادمون کرد، تو خونه ها بشینیم بر خودمون الکل بخوریم. اینا هدایت شده است با اون فعالین جامعه مدنی و ماسک بازی و برید تو خونه ها و نیت بیرون و اینا. مردم کردن تو خونه ها که سپاه بتونه تمام نهادها رو که تعطیل کردن، بیت رهبری تعطیل کرد. حالا پروژه رو دارن قشنگ هدایت میکنن. ما گفتیم بیایید بیرون، کرونا ماست. تمام این سپاهی پدر سوخته امنیت یا اطلاعات یا دولت یا همه رو درگیر کرونا کنید. نیومدید تا علی خامنه‌ای به نام جنگ بر علیه سلاح بیولوژیکی قرارگاه کرونا براتون ساخت. شما هم همه ترسیدید، هم میرید تو خونه، هم خودتون رو پنهان کردید، دارید الکل سفید میخورید، تولیدش هم آزاده، مصرفش هم آزاده، حملش هم آزاده، تا خرخرم بخوری کسی نمیگیرتت. دکتر توصیه کرده الکل بخوری خوب میشی. مردم ما خیلی حرفای دکتر رو دوست دارن، دکتر هرچی میگه خیلی قابل باوره. به همین خاطر شما دکتر وقتی بهت میگه الکل باید بخوری، هیچ نهاد دینی مذهبی نمیتونه جلوتو بگیره. واسه الکل بخوری برای کرونا خوبه، بس باشی. این 2-3 هفته رو دور خانواده بشینی، تهمانده جیبتو بخوری، قرض و قولای جیبت هم داشته باشی تا قشنگ خورد میشی.
در کیوس بیشتر میفتی. از کرونا بدتر درد بیپولی و نبود افق و آینده و هرج و مرج و ناگهانی عده مغازه‌ای برات میسوزونند و آقای سپاه پاسداران با اقتدار کامل قرارگاه و کرونا نیروهاش رو میاره و سوار بر جامعه میکنه و تو در غفلت خودت از شوق چهارشنبه های سفید مسیح عالی نژاد و روسری هوا کردن، مینی ژوپا کردن و سکس تو خیابان زیر درخت چنار در پارک شهر دیوانت کرده، میشینی قشنگ سپاهی برات تر میریزه، قشنگ سوار گردنت بشه، امپراتوری برات میاره، بهشم میگه کودتای بوناپارتی. مشتی تریاکی سوزاکی، مشتی یهودی. اتفاقی که من همیشه گفتم اتفاق میفته، الان کرونا فرصتی به وجود آورده که نظامی‌ها کشور رو بگیرن و خواهندم گرفت به زودی. ببینید حرفیه که من قبل از آقای خامنه‌ای آقای باقری رو به اصطلاح چیز کرده بودم، مسئول کشور کرده بودم. آقای خامنه‌ای فقط دوزاریش دیر افتاده، سالها پیش، حداقل 2 سال پیش باید این کارو میکرد. واقعیت اینه که در آینده، همین در 72 ساعت آینده، آقای خامنه‌ای خواست 2 سال پیش این کار رو بکنه، هوشنگ امیرحمدی، ما نذاشتیم. آقای خامنه‌ای اومد تئاتر کرد. آقای خامنه‌ای اومد گفت که قیمت دلار بالا رفته، ما تحریمیم، داریم زمین میخوریم، مردم اعتراضات میکنن، اغتشاشات میکنن، تحصن کامیوندارانه. ما گفتیم این همش فیلم سپاه پاسدارانه و سوال کردیم و دیبیت کردیم و در تلویزیون مصاحبه کردیم و ما جلوشو گرفتیم. حالا مهم نیست کسی اسم ما رو نمیاره، اما کلام ما، مفاهیم ما در درون مردم جولان داد. انقدری که سپاه پاسداران داره به ماها واکنش نشون میده بابت طرحمون، برنامه هامون، کارهایی که میکنیم. نتونست علی خامنه‌ای با واکنش انقلاب کذایی و کارتونی و مطالبات مردمی کاری از پیش ببره. حتی با فاز بعدی که آزمایشگر به نام فعالین مدنی که بیان نامه بنویسن و علی خامنه‌ای دست از کار بکش، اونم نشد. حالا وارد فاز کرونا شدن. قشنگ روحانیت شیعه رو باش زدن، قومو باش زدن، حالا قرارگاه کرونا رو درست میکنن. هر کسی که مخالفت بکنه با این پارادایم شیفت تحت نام کرونایی بودن، قشنگ نابودش میکنن. ببینید جنازش هم روش آهک میریزن که چی؟ که این ویروس از زیر تله خاک نیاد بیرون، هوا پرواز نکنه تو کرونا بگیری. اما بهت میگم رو تو خونه بشین، تو زن و بچت وول بخور و کرونا داری همه رم آلوده کن بکش. به تو هم نمیگن چرا روی این جنازه ها آهک میریزن. اگر تو خونه موندن تو رو امن نگه میداره از کرونا. برو تمام اون چیزی که تو بهش میگی ایران، با شبکه‌های اجتماعیش، با تلویزیون‌های ماهواره‌ایش، تمام اون آنتن‌هایی که به طرف این مردم داره این مردم بمباران میکنه، بهشون میگه برید تو خونه‌ها بشینید، با هم ارتباطات نداشته باشید، ارتباطات اجتماعی نداشته باشید، گرد همایی نکنید، تجمع نکنید، در خیابان‌ها حضور پیدا نکنید. همتون دارید این حرف رو میزنید، اما یکیتون نمیگه چرا آهک میریزید تو جنازه ها. اون فیلمایی که از این جنازه ها میگیرید پخش میکنید، چرا آهک میریزی؟ اگه تو نمیگی آدم تو محیط بسته باشه انتشار نمیده، تو تلی خاک میریزی رو جنازه، برای چی آهک روش میریزی؟ چون از تغییر رفتار مردم میترسی. سپاه به سرعت میاد وسط با نیروهای نظامی و کشور رو قبضه میکنن. واقعیت اینه. ببین متاسفانه ماها نمیخوایم متوجه بشیم، به امیرحمدی هم گوش نمیدیم. ببین با این حرف رو من مدت‌ها پیش زدم، الان هم دارم خدمتتون عرض میکنم که جلوی ما یک دولت نیمه نظامی هست و این دولت نیمه نظامی الان با این فرمان آقای خامنه‌ای شروع شده. یعنی عملا ما در اینجا الان هستیم. بعد از این هم به نظر من نیروهای نظامی و سپاه به بهانه حمل به اصطلاح کنترل کرونا یواش یواش کشور رو میگیرن. یعنی چی؟ یعنی تمام ابزارهای کنترل رو از دست دولت خارج میکنن و به احتمال زیادی بعد از این آقای
روحانی هم یا باید استعفا بده یا اصلا باید کلا غیبش بزنه. راه دیگه واقعا نداره. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی وجود نداره دیگه. بنابراین این دستوری رو که آقای خامنه‌ای داده رو من ازش حمایت میکنم. اولا فکر کنم حرکت خوبیه، اگرچه دیر شده یه ذره، ولی خب میگن به هر حال هرچی. ببینید این همونیه که شما فهمیدید شد مطالبات مردمی، دولت روحانی ناکار آمده، آقا خوب داره عمل میکنه، سپاهی و نیروهای نظامی بیایید مردم رو قرنطینه کنید، مردم رو حفظ بکنید، خواهش میکنیم. مردم خودشون میرن، سپاه میگه نه ما تعطیل نمیکنیم، تعطیل رسمی نمیکنیم، ما قرنطینه نمیکنیم، اما فعالین جامعه مدنی رو میفرسته. ببینید اینا دشمن شما، اینا میخوان شما بمیرید، بیایید برید تو خونه ها، خواهش میکنم تو خونه بمون، فقط 2 هفته، فقط 2 هفته، لطفاً برو تو خونه بمون. این آقا هم میگه که آقای خامنه‌ای باید 2 سال پیش این کارو میکرد، باری کلا کار خوبی کرد. با داستان همین بود، همتون تو یک کاسه بودید. اینا رو بابا آمریکا براتون انجام میده. این کرونا از پاییز تو این مملکت داره میچرخه، همه کرونا گرفتن تو ایران. چرا حالا آمار رو میکنید؟ کشته‌های کرونا زیاد نیست که، نیست. مثل طاعون که نمیکشه. شما این رسمیتش بهش دادید، فوبیاشو آوردید، حالا جنازه 40 تا مثلا جنازه شهر قم نشون میدید. شهر قم به طور متوسط اگه شهر پویایی باشه روزی 500 تا 1000 تا جنازه داره، آدما پیر میشن میمیرن. تصادفات داره، سوانح داره، اتفاقات داره. چه چرتا جنازه رو میاری رو میکنی میگه اینا مردن؟ تو مردم میخوای بفرستی تو خونه. دیدی قمو تعطیل کردی، رفتی یارو به زنجانی رو بهانه قرار دادی، قرنطینه کردی، ما بقیه مراجع تقویت حساب کار دستشون اومد. انزجار از قم و شماره ماشین قم درست کردی، قشنگ. روایت آخوندها رو گلمالون کردی، رفت مالیدی قشنگ. حالا هر آخوندی دم درازی بکنه، قرارگاه کرونا قشنگ سوار گردنش میشه، میبره چالش میکنه، یه مشت آهکم روش میریزه، میگه پدرسوخته کرونایی داشت عفونت رو در کشور منتشر میکرد. تو هم میشینی خونه، یه آدم اهل شایعه، منفعل، ذهنیت ساخته شده، آروغ فندقی میزنی، الحمدلله دیدی چوب خدا صدا نداره، دیدی این آخونده ملت فهیم ایران انقلاب کرد، کرونا تو چه خوبی، کرونا الکل آزاد کردی، کرونا نماز جمعه از بین بردی، کرونا بر شعر میسازی. نه اینا هیچ کدومش اتفاقی نیست. گفتیم کرونا اصل هست، نمیکشه، وحشت ایجاد میکنه، شیوعش خیلی سریعه. تمام ایران یه دور کرونا گرفته، از پاییز از ایران به چین رفت. زود انجام بشه بهتره و حالا هم انجام شده و ما باید منتظر حرکت‌های بعدی باشیم. در این 48 ساعت 72 ساعت آینده شما خواهید دید که کشور تقریبا توسط نیروهای نظامی شامل سپاهی‌ها قبضه میشه و دولت عملا از دور خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه همونجا مگه دولت کاری بوده؟ سوال اینه. شما همتون اینا رو میشناسید دیگه. مثلا خاتمی گفت ما تدارک چی بودیم. و دولت کاریه. چرا سپاه میخواد مملکت رو در قبضه خودش بگیره؟ مگه نگرفته؟ ببینید اینا رو برای شما توضیح نمیدن، اینا رو یه جورایی میگن شما خوشتون بیاد. ببینید داستان پروژه جانشینی پارادایم شیفته. ببینید این علی خامنه‌ای با یه روایت جمهوری اسلامی آمد و رهبر موقتش کردن و اونجا نشسته. طبق همین قانون علی خامنه‌ای نمیتواند جانشین بذارد، لذا یه عده گردنکش به نام مراجع تقلید شیعه، یه عده کسی که رجل سیاسی بشه میتونه گردنکشی بکنه برای پست رهبری. ببین توجه داشته باشید، برای پست رهبری. حالا سپاه به بهانه کرونا چیکار میکنه؟ مدعیانی که مخالفت میکنن با جانشین علی خامنه‌ای رو به بهانه کرونا قشنگ آهکمال میکنه. داستان اینه. دولت هیچ کار است، هیچ کار بوده.
چرا میخوان دولت رو بندازن؟ چون میخوان جانشین بذارن جای علی خامنه ای، با هماهنگی علی خامنه ای و بیت رهبری. به این خاطره اسمم باشه ولی دولتی به نام دولت روحانی دیگه واقعا نخواهد بود. وزارت بهداشت کشور نمیتونه این مطلب رو وضعیت رو ادامه بده. یعنی این مطلب دکتر محکم دارید میگید؟ بله خیلی محکم دارم میگم. بنده دارم میگم که کودتای نظامی شروع شده، اون دولت نیمه نظامی هم شروع شده. ایسنا آقای آرش برو توی ایسنا یه عکسی هم نشون میده تمام فرماندهان نظامی امروز رفتن پیش آقای خامنه ای. بله خب نتیجهش چی میشه به نظر شما آقای دکتر؟ نتیجهش این میشه که در چند تا مرحله این اتفاق میفته. در مرحله اول سپاه به نیروهای نظامی به اصطلاح بخش لشکری کشور رو که دارن، بخش کشوری ایران رو هم مخصوصا ادارات رو از وزارت بهداشت گرفته تا همه جا رو زیر کنترل میگیرن. به دولت میگن که تو یواش یواش برو دنبال کارت. دولت اگه مقاومت کنه ممکنه بهش با زور بیرونش کنن یا اینکه بمونن از طریق مجلس بعدی این کارو بکنن. امکان خیلی زیادی داره که همین مجلس بعدی رو الان این مجلس هم که لحظه جمعش کنن ببندن این مجلس رو، احتمالش خیلی زیاده که مجلس بسته بشه. ببین الان ما توی جریان اورژانس نظامی هستیم. یعنی این آقایون اومدن الان پیش آقای خامنه ای. آقای خامنه ای بهش گفته مملکت دست شماست، هر کاری میخواید بکنید. اونا میگن ما چاکرتیم، حالا ما که گفتیم ما بگیریم ما میگیریم. آقای خامنه ای خودش هم وضع خیلی خوبی نداره متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. دوستان عزیز این عکسی که ملاحظه میفرمایید مال همین امروزه. بله من اینو دیروز به من گفتن که در ایران در سپاه و نیروهای نظامی دو تا اتفاق مهم افتاده قبل از این عکس. یک، سپاه تمام سربازان رو از سپاه فرستاده خونه. یعنی الان شما سرباز دیگه توی سپاه نداری، این همه رفتن خونه. دژبانی سپاه هم تعطیل شده، اونم رفته. تنها پایبرهای سپاه هستن. ببینید این تیکه رو گوش کنید. میگه که سربازان وظیفه سپاه رو همه فرستادن مرخصی برن خونه هاشون. من حالا قبل از اینکه به این برسم خاطرتون میاد سر زدن هواپیمای اوکراینی گفتم هیچ سیستم پدافند رسمی اینه نزده، چون هر سیستم پدافند رسمی چندین پرسنل، 10 پرسنل داره، از اینها میتونه خبر درس کنه. هر کسی این هواپیما رو زده با موشک‌های حمل شانه‌ای، همونی که فیلم گرفت و پخش کرد و 2 موشک هم زده و بیت رهبری اینا رو فرستاد. ما بقیه بدن سپاه خبر نداشتن. یادتونه؟ ببینید این داره میگه برای اتفاق پارادایم شیفت جمهوری اسلامی به امپراتوری ایرانی اینا از سربازان وظیفه میترسند، به همین خاطر اینا رو مرخص کردن برن. کادرهای رسمی سپاه معتقد به این بازوی نظامی رو گذاشتن. نمیگم چرا علی خامنه‌ای این اختیارات رو به سپاه داده. علی خامنه‌ای دیوانه است مگه؟ برای علی خامنه‌ای چه فرقی میکنه روحانی باشه یا سپاه مثلا؟ الا اینکه تأمین امنیت خانواده خامنه‌ای بعد از مرگ خامنه‌ای میشه. ببین اینا رو شما باید بفهمی چطوری طرف داره صحبت میکنه، چی رو میخواد بگه. خب پس میفهمید که سیستم پدافند رسمی نبود که هواپیمای اوکراینی رو زد. 10 تا هم پرواز تو هوا بود، زدن مشخصا اون هواپیما رو. هر کس بیرون بوده رو اینا آوردن بیان تو. پایور کیه؟ پایور یک سپاهی واقعیه، یعنی کسیه که کادر سپاهه. الان توی سپاه جز کادر سپاه هیچ کی دیگه وجود نداره. این کار رو کردن که در حرکت بعدی یک وقت مزاحمی به نام سرباز و دژبان و اینایی که جز کادر سپاه نباشن نداشته باشن.
این حرکت اول به سوی کنترل بخش کشوری به لشکری هست. ببینید یعنی در واقع مرحله اول کودتا، حالا اسمشو بذار کودتای کرونایی یا هر چی میخوای اسمشو بذار، به نظر من خب ایشون بهش میگه کودتای کرونایی. ما این مصاحبه ظاهرا مال 3-4 ساعت پیشه و ما خیلی پیشتر وقت کرونا در دیبیت های کرونا ما گفتیم که انقلاب ویروسی، انقلاب کرونایی خیلی بیشتر از این نوکران دست دهم دولت ایرانی، ما اینها رو از سالیان گذشته تحلیل کردیم. حالا شما میفهمید کارکرد حزب دموکرات، کوماله، پیکیکی، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، شورای دموکراسی، گذار به دموکراسی، چهره های مختلف رسانه‌ای چه کار کردی بود. قشنگ به پارادایم شیفت رسیدیم. ببین دوست عزیز، دیدید به الکل رسیدید، به منیژوب هم میرسید. خب این تمام مطالباتی بود که به شما دادن. این کلمه سکولاریسم من بهت میدم. اینا رو کی بهت میده؟ بیت رهبری، علی خامنه‌ای، اون آخوندی که تو جرأت کردی بهش بگی بد، به ارزشاش توهین بکنی. اون انتربازی های پرستارا رو دیدی غر میدادن و میرقصیدن. آره اون ایران بعدیه، ایران پسا کرونا. سپاه پاسداران اینا رو آزاد میکنن، قرارگاه کرونا اینا رو آزاد میکنن. بعد تو این سپاهی که هواپیمای اوکراینی رو زده بود، دیدی که هر کاری از دستش برمیاد، یه گرویی هم پلو رهبر داره. همین سپاهی رو تو منجی خودت میدونی، برادر سپاهی، برادر باحال، کشور رو نجات دادی از دست اراذل و اوباش، از دست دولت ناکارآمد روحانی. هممون داشتیم میمردیم، الکل آزاد کردی، قره کمر آزاد کردی، همه چیز خوب کردی. مرسی، متشکریم. این اون کاره، دارن اون بازی رو باتون میکنن. خیلی بده مردمی کلاهبین گشادی سرش بره، خیلی بده مردمی یک عمر له بشه و قرار در آینده له تر هم بشه، نتونه در برهی که میتونه در مقابل اینها بیسته نیسته. این کرونا بایستی کرونای ما می بود، نه کرونای علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران بابا آمریکاش. این کرونا تو بدنهای ما بود، باید به بدنهای کثیف اونا میدادیم. ندادید. یه مشت حروم زاده به نام فعال جامعه مدنی را آوردید سوار کردید بر این مردم، در این تریبون‌های مختلف تحت نام متخصص انداختید به جون این مردم. این مردم در بحران نگه داشته شده، این مردم له شده، فاسد شده، حالا براشون پارادایم شیفت کنید. بدبختا بیان خیابون رو سریعا رو بردارن بگن وای چه خوبه هوا. دیدید چهارشنبه‌های سفید معصومه پاسخ داد. ملت ما خیلی با کلاسه. ملت ما از کلاس به پاتایا میگه زکی. یک فرمولش سرریز شدن توریست های جنسیه برای سکس با شیمیل های ایرانی 10 ساله و 12 ساله با $5. این اون مردمی که ساختن و میسازن. و بشینید ببینید شماهایی که سرنوشت خودتون از ترس هاتون دادید دست دیگران و نخواستید فکر بکنید. مشتی یاوه کارمند براتون توطئه بعدی رو چیدن. اصلا فکر نکردی تمام اقتدار این نظام کورپوریشنی به نیروهای امنیتی و نظامیشه. چطور ممکنه یک کراواتی بیاد بر اینها سوار بشه و اینا قبول بکنن؟ چطور تو بدنی ارتش رو نابود نکردی، سپاه رو نابود نکردی، نیروهای امنیتی رو از بین نبردی، مردم پادگان ها رو نگرفتن، اسلحه دستشون نیست؟ چطور ممکنه انقلاب صورت بگیره؟ چطور فلان سردار از پست خودش پایین میاد از تو فرمان برداری میکنه، به تو گردن مینه، تو خواستت این بود منیژوب پاد کنی، زیر چنار پارک ملت سکس بکنی؟ این بود خواسته تو، این بود تمام آزادی که تو درک کرده بودی، این بود تمام پاسخ به رنج هایی که تو داری میکشی. اینه. حالا برید از حول کرونا بچپید تو خونهاتون،
چوباتون رو در بیارید بگید نیایید به شمال و نیایید به اصفهان و نیایید به کرمانشاه و نیایید به کردستان و نیایید مردم نیایید، ما دفاع میکنیم. تمام این سرزمینم آلوده و کرونا است. برای کی دارید این کار رو میکنید؟ یه مردم رو اینطوری گول سرش میمونن، شما فکر میکنید خیلی زرنگید، ولی اونایی که گوله رو قشنگ میمونن سرتون روحیاتتون رو خوب میشناسن. براتون بده میمیرید. نمیگه سپاهی میمیره، علی خامنه‌ای میمیره. تعطیل کردید. کرونا ویروس سیاسی بود، علی خامنه‌ای مجلس باش تعطیل کرد، بودجه رو تصویب کرد، عملا در دست گرفت، ستاد کرونا درست کرد، قرارگاه کرونا. اما رهبران شما در مورد کرونا سکوت کردن و توصیه های سپاه پاسداران رو اومدن برای مردم. دستاتون رو بشورین و پاهاتون رو به دیوار بزنین و عسل آب لیمو بخورین و سیر خیلی خوبه بخورین و از این کارم. این حکایتی که داره اتفاق میفته و همتون همکاری کردید تو این کار. بهتون تبریک میگم که باعث نابودی بیشتر خودتون میشید. بهتون تبریک میگم که توهم انقلاب سپاه پاسداران، انقلاب کرونایی همچین بکشه تو خیابون و قره بابا کرمانتون رو تو آینده ببینیم. مردم له شده گرسنه عفونتی میبینیم و اراده از خودتون نشون ندادید. نتونستید این سیستم دفاعی روانی خودتون رو آپدیت بکنید تا بفهمید داشته شما اگه تنها تنتون بود امروز همین تن در معرض خطره و این خطر رو ازش گذر میکردید و سعی میکردید معانی بزرگتری در زندگی بیافرینید. تمام این قضایا رو با مفاهیمش تحلیل کردیم. فاز سوم دولت ایرانی هم تحلیل کردیم و واقعیت سرزمین خودمون رو هم گفتیم. فلسفه کردی ما موجوده. تکرار میکنم، کردیت مفهوم اتنیکی قومی نیست. انسان آرمانی است که در کرد شدن صعود میکنه، زندگی میکنه و یک جای خاموش میشه. این اون سرزمینی بود که ما درش زندگی میکردیم و نظام جودو کریستیانیتی آمد که عنصر کردیت را بکشد، نابود بکند، فاسد بکند تا بتونه سلطه جهانی خودش رو برقرار بکنه و از ماها مشتی برده و مشتی بی اراده زائده درست بکنه. شبتون خوش.